خوش اومدید. در این بعد از ظهر سرد حضور گرم همه شما گرمی خواهد بود در قلب تمام دوستان و هموطنان ما در میهنمون ایران. از حضورتون بی نهایت سپاسگزاریم. عزیزان، من و تو اینجا آمدیم به عنوان سفیران مردممون در ایران. عزیزانمان که الان در زندان ها هستند، عزیزانی که زیر باتوم و مشت نامردمان در ایران هستند. من و تو یکی دهانیم که با همه آوازش به زیباتر سرودی خاناست. من و تو یکی دیدگانیم که دنیا را هر دم در منظر خیش تازه تر می سازد. نفرتی از هر آنچه بازمان دارد، از هر آنچه محصورمان کند، از هر آنچه واداردمان که به دنبال بنگریم. دستی که خطی گستاخ به باطل می کشد. من و تو یکی شوریم از هر شعله‌ای برتر که هیچگاه شکست را بر ما چیرگی نیست، چرا که از عشق رویینه تنیم و پرستویی که در سرپناه ما آشیان کرده است با آمد شدنی شتابناک خاک خانه را و خانه را از خدایی گم شده لبریز می کند. من و تو، پس به افتخار ما چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم؟ ما بیشماریم. به افتخار خودتون. مرگ بر خامنه‌ای! مرگ بر خامنه‌ای! درود بر دوستان اهل دل. مولانا میگه مرد بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمدم و دولت پاینده شدم. گفت که دیوانه ای، لایق این خانه ای، رفتم دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. ما امروز اینجا هستیم برای سلسله banden شدن. Wij willen de ketenen bevrijden van de gevangenis. ما از هلندی هستیم و ما پشت کشور شما هستیم و دوست داریم یه آهنگ با ستار برای شما بزنیم با دوستان من تو در خونه. علی صفافیان میاد برای آواز و ما با هم شرف و کبیر برای شما بزنیم. توی سینه‌اش جان جان جان، توی سینه‌اش جان جان جان، یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره، لبش خنده روز، دلش شاخه شور، مونده هنوز رو تن ما، دشت بی فرهنگی ما، حرف تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد، برده دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.
اوکی سردتونه؟ پس بریم وقت مت دیکتاتور وقت مت دیکتاتور وقت